اومدیم برای یک ویدیو که این ویدیو اولین ویدیوی ماست. اومدیم اول ویدیوی خودمون رو با یک بازی که در مورد فرار از دست یک سگ و دختر کفزکی و گربه سیاه هستش. ما در این بازی میخواهیم از دست اینا فرار کنیم. اینجا دو قسمت داره. این قسمت رو که من مقالیشو زدم دوتا تبر بود اومد این خونه، ولی قسمت قبلی یک ماشین بود. ماشین خیلی چته. من این رو برای شما توصیه میکنم. اول ویدیوی مال از اول بازی مال هستش. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. لیتس گو. بعد خیلی توضیح داده بودم. اینجا یک موجودی اومد، دختر کپسک و گربه سیاه مثل مارها، مار که انسان رو لیش میزنه، مثل اونا لیش زد. بیچاره های طوری شدن و الان هم نمیدونم چی کار کنم. باید از دست اون فرار کنم. یه سلاحی از اینجا، باید اونو زودتر از این که منو هر دفعه بکشم باید اون سلاح رو پیدا کنم. هنوز که هیچی نیستن. داره بیاد. دکتر کفسکی رو میبینی چه بد شده قیافش. خیلی بد شده. خیلی بد شده قیافش. الان از دستشون قایم شدم. الان از دستشون فکر کنم رفتش. آره رفتش. یک کسی رو اینجا کشتن. اگه اسم این بازی رو میخواید چنل ما رو سابسکرایب کنید. این ویدیوها رو تو یوتیوب میذاریم. اگه کانال های ما رو میخواید، کانال های ما در ایتا و روبیکا و یوتیوب اسم کانال ها تایماز گیم پلی هستش. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاید. هنوز که این ویدیو نمیده خداحافظی کنم. این هم چهرهشون که وقتی زومبی شدند. باید موضوع قضیه رو پیدا کنیم وگرنه نمیتونیم خلاص شیم. ببینید اینجا هم خوله. اینجا هم کسی رو کشته زیر تخت. از عکساشون اومد. خودش هم اومد. دختر کسی که چه بد شده قیافش. خیلی بد شده قیافش. اینجا رو میگیره زرم میده. زرم داد دیگه. زد منو کشت. تو یکی قسمت که باشه اونجا سگ داره. فکر نکنم سگشون اینجا بیاد بیرون، چون من تا به حال که اینو بازی کردم سگشون رو ندیدم اینجا. بچه ها اول ویدیو بود تا اینجا. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاید. تا ویدیو بعدی خداحافظ.